سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. این بار قراره که یه ویدیو متفاوت داشته باشیم. اگه منو دنبال کرده باشید احتمالاً میدونید که تقریباً یک ماهی هستش که میت 80 پرو مکس هستمه. این گوشی سیستم عاملش هارمونی او اس 6.1. از اونجایی که خیلیا توی ایران اطلاعات چندانی راجع به این سیستم عامل ندارن، گفتم شاید بد نباشه یه ویدیو در موردش بسازم و تجربه استفادهمو توی این یک ماه بهتون بگم. البته قبل از اینکه بخوام در مورد تجربه استفادهم بهتون بگم، بد نیست که یه توضیحی در مورد خود این سیستم عامل بهتون بدم. خیلی‌ها فکر میکنن هارمونی او اس فقط یه نسخه تغییر ظاهر داده شده از اندرویده، ولی واقعیت یکم پیچیده‌تره. داستان از زمانی شروع شد که به خاطر تحریم‌های آمریکا هواوی دسترسیش به سرویس‌های گوگل و بخشی از اکوسیستم اندروید رو از دست داد. همین اتفاق باعث شد هواوی روی سیستم عاملی که چند سال در حال توسعه‌اش بود سرمایه‌گذاری جدی‌تری انجام بده. هدف هواوی از اول این نبود که فقط یه سیستم عامل برای گوشی بسازه، بلکه می‌خواست یه پلتفرم واحد داشته باشه که روی موبایل، تبلت، ساعت هوشمند، تلویزیون، خودرو و حتی کامپیوتر اجرا بشه و همه این دستگاه مثل اعضای یک اکوسیستم با هم ارتباط داشته باشن. اما یه سوال مهم پیش میاد: آیا هارمونی او اس همون اندرویده؟ اگه درباره نسخه‌های جدید یعنی هارمونی او اس 5 و 6 صحبت کنیم، خیلی کوتاه بگم خیر. این سیستم عامل دیگه بر پایه پروژه متن‌باز اندروید یا همون AOSP ساخته نشده و از هسته و چارچوب نرم افزاری اختصاصی هواوی استفاده میکنه. توسعه دهنده هم برای ساخت اپلیکیشن‌های بومی از فریمورک ArcUI و فرمت HAP استفاده میکنن، نه ابزارهای معمول اندروید. البته اینجا یه نکته مهم وجود داره. چون اکوسیستم اپلیکیشن‌های بومی هارمونی هنوز در حال رشده، هواوی برای اینکه کاربراش یهو بدون برنامه نمونن، یه لایه سازگاری هم در نظر گرفته تا بخش زیادی از اپلیکیشن‌های اندرویدی همچنان روی هارمونی او اس اجرا بشن. این یعنی شما هنوزم میتونید فایل APK نصب کنید، اما این به معنی اندرویدی بودن خود سیستم عامل نیست، فقط یه راهکار برای حفظ سازگاری با برنامه‌های فعلیه. خب حالا که فهمیدیم خود سیستم عامل هارمونی او اس اصلا چجوری ساخته شده، وقتشه ببینیم عملکردش زیر دست کاربر چطوره. اولین چیزی که بعد از استفاده از هارمونی او اس 6.1 توجهمو جلب کرد این بود که برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن، اصلا احساس نمی‌کنید دارید با یه سیستم عامل کاملا جدید کار می‌کنید. اگه چند سال کاربر اندروید بوده باشید، تقریبا از همون دقیقه اول همه چیز براتون آشناست. از طراحی نوتیفیکیشن سنتر و کنترل سنتر گرفته تا تنظیمات و کلا رفتار سیستم عامل موقع کار کردن، همه چیز اونقدر به اندروید نزدیکه که خیلی سریع بهش عادت می‌کنید. اما جایی که هارمونی او اس واقعا منو شگفت زده کرد، روونی فوق‌العاده‌اش بود. انیمیشن‌ها خیلی نرم اجرا میشن، جابجا شدن بین برنامه‌ها کاملا روونه و حتی اگه با سرعت زیادم با گوشی کار کنید، تقریبا هیچ لگ یا مکسی نمی‌بینید. این دقیقاً نشون میده هماهنگی بین سخت افزار و نرم افزار توی هارمونی او اس توی سطح بالایی قرار داره. مدیریت رم هم تقریبا رفتار شبیه اندرویده، یعنی برنامه‌ها رو بی‌دلیل از پس زمینه نمیبنده و اجازه میده تا جایی که لازمه باز بمونن. البته اگه تشخیص بده یه برنامه داره باتری زیادی مصرف میکنه، بهتون هشدار میده که بهتره ببندیدش. حتی اگه این هشدارم نادیده بگیرید، بعضی وقتا خودشون برنامه رو به حالت تعلیق میبره و هر زمانی که دوباره واردش بشید، فعالیتش دقیقاً از همون جایی که متوقف شده ادامه پیدا میکنه. تنها ایرادی که من توی این بخش دیدم اینه که دستتون اونقدی باز نیست که خودتون این رفتار رو شخصی سازی کنید. مثلا نمیتونید مشخص کنید یه برنامه خاص تحت هیچ شرایطی از پس زمینه خارج نشه. البته توی استفاده واقعی هم خیلی مشکل ساز نیست، چون سیستم مدیریت برنامه‌ها واقعا هوشمنده. مثلا اگه VPN توی پس زمینه فعال باشه، خودش متوجه میشه که نباید اون رو ببنده. یا اگه داخل تلگرام مشغول فرستادن یه فایل باشید، حتی اگه از برنامه خارج بشید هم آپلود فایل متوقف نمیشه و تا آخر ادامه پیدا میکنه. وقتی مدیریت برنامه‌های پس زمینه انقدر خوب انجام میشه، طبیعتاً مولتی تاسکینگ هم عملکرد خیلی خوبی داره. جابجا شدن بین برنامه‌ها خیلی سریع و روونه. برنامه‌ها با سرعت بالایی اجرا میشن و حتی اپلیکیشن‌های اندرویدی که با روش‌های مختلف روی هارمونی او اس نصب شدن هم عملکرد خیلی خوبی دارن. توی تمام مدتی که از این سیستم عامل استفاده کردم، کرش و باگ آزاردهنده‌ای ندیدم. در مجموع چیزی که بیشتر از هر چیزی توی هارمونی او اس توجه منو جلب کرد، امکانات خاصش نبود، بلکه پختگی خود سیستم عامل بود. یه سیستم عامل سریع، روون و پایدار که بدون اینکه فشار اضافه‌ای به سخت افزار وارد کنه، توی استفاده روزمره همیشه حس تجربه با کیفیت و حساب شده رو به کاربر منتقل میکنه. این از حس کلی که منتقل میکنه. حالا وقتشه ببینیم عملکردش توی اپلیکیشن‌ها چطوره. خب اول از برنامه‌های گوگل شروع کنیم. توی هارمونی او اس دو تا سرویس به اسم درویتانگ و ایزی ابرود وجود داره که در واقع یه محیط سازگاری برای اجرای برنامه‌های اندرویدی داخل هارمونی او اس. یعنی شما از طریق این دوتا سرویس میتونید اپلیکیشن‌های اندرویدی رو روی گوشی نصب و اجرا کنید. توی حدود یک ماهی که از این گوشی استفاده کردم، تقریبا هر برنامه‌ای که یک کاربر عادی ممکنه نیاز داشته باشه رو داخل این دوتا سرویس پیدا کردم و بدون دردسرم نصبشون کردم. فقط یه سری برنامه‌های خاص مثل انتوتو بنچمارک یا بعضی از ابزارهایی که برای تست و بررسی خودم استفاده می‌کنم یا پیدا نشدن یا نصبشون با مشکل همراه بود. تمام برنامه‌های گوگل مثل یوتیوب، جیمیل، جمنای، گوگل مپ و بقیه سرویس‌های گوگل هم تونستم بدون مشکل نصب کنم و همشون هم به خوبی اجرا شدن.
دلیلش اینه که ایزی ابرود خودش یه لایه سازگاری به همراه مایکرو جی در اختیارتون قرار میده تا برنامه‌هایی که به سرویس‌های گوگل وابسته هستن هم بتونن روی هارمونیوس اجرا بشن. برای وارد شدن به اکانت گوگل هم کار پیچیده‌ای وجود نداره. فقط یه بار داخل ایزی ابرود وارد حساب گوگلتون میشید و بعد از اون تقریبا همه برنامه‌های گوگلی که داخل همین محیط نصب شدن همون اکانت رو میشناسن و دیگه لازم نیست برای هر برنامه جداگانه دوباره لاگین کنید. برنامه‌های دیگه هم مثل اینستاگرام، تیک تاک، ایکس، فیسبوک، واتساپ و خیلی از اپلیکیشن‌های محبوب دیگه هم بدون مشکل نصب شدن و عملکردشون هم کاملا عادی بود. تنها موردی که من باهاش برخورد کردم تلگرام بود. حداقل زمانی که من این گوشی رو بررسی می‌کردم نسخه رسمی تلگرام برای هارمونیوس وجود نداشت و من از نسخه پلاس مسنجر استفاده کردم. البته یه نکته منفی هم اینجا وجود داره که باید بهش اشاره کنم. چون این پیام رسانا و شبکه‌های اجتماعی در واقع نسخه اندرویدی ان و داخل اون محیط سازگاری اجرا میشن، بعضی وقتا نوتیفیکیشن‌هاشون مثل گوشی اندرویدی کاملا پایدار نیست. یعنی ممکنه بعضی موقع پیام براتون ارسال شده باشه ولی اعلانش با تأخیر بیاد یا اصلا نمایش داده نشه و مجبور بشید خود برنامه رو باز کنید. البته این اتفاق دائمی نیست و برای منم همیشه رخ نمیداد، ولی به هر حال یکی از ضعف‌های هارمونیوس محسوب میشه. برای وی پی ان هم شرایط تقریبا همینه. من ام پی وی تانل رو از طریق ایزی ابرود نصب کردم و همونطور که می‌بینید بدون هیچ مشکلی هم اجرا میشه و اتصالش هم کاملا پایداره. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که خود هارمونیوس فعلا از زبان فارسی برای منوها و کیبورد پشتیبانی نمیکنه. البته برای منوها فعلا راهکاری وجود نداره، اما برای کیبورد میتونید یه اپلیکیشن که داخل اپ گالری موجوده نصب کنید و خیلی راحت زبان فارسی رو به کیبورد اضافه کنید. حالا بریم سراغ برنامه‌های ایرانی. من تقریبا همه برنامه‌های ایرانی رو از طریق بازار و مایکت نصب کردم. بازار بدون مشکل خودش نصب شد، ولی مایکت رو مجبور شدم از طریق مرورگر داخلی درویتانگ دانلود و نصب کنم، چون به صورت مستقیم نصب نمیشد. از بین برنامه‌های ایرانی هم چند تا اپلیکیشن بانکی، اسنپ، دیجیکالا، تورو، بله، ایتا و چند تا برنامه دیگر هم نصب کردم که همگی بدون مشکل اجرا شدن و حتی آپدیت هم می‌شدن. تنها برنامه‌ای که من نتونستم نصبش کنم روبیکا بود، چون توسط سیستم امنیتی هارمونیوس به عنوان برنامه مشکوک شناسایی شد و اجازه نصبش رو نداد. در مجموع حداقل با برنامه‌ای که من استفاده کردم سازگاری هارمونیوس با اپلیکیشن‌های ایرانی واقعا بهتر از چیزی بود که انتظارش رو داشتم. ببینید بچه‌ها، اینجا دو تا تفکر وجود داره. اولی تفکر هواوی فناست. این افراد اعتقاد دارن که گوشی‌های هواوی هیچ مشکلی بابت نصب نرم افزاران نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه که این افراد سال‌هاست هواوی داشتن و با پیچیدگی‌های نصب نرم افزار آشنان، سخت نیست براشون. البته اینم بهتون بگم ما حقم دارن. مثلا منی که تو این یک ماه با این گوشی کار کردم، از هفته اول دوم دیگه واقعا مشکلی بابت نصب نرم افزارا نداشتم و برام عادی شده بود. تفکر دومم مال افرادیه که معتقدن هواوی‌های هارمونی توی نصب نرم افزارا مشکل دارن و برنامه‌های زیادی براشون نیست. این افرادم به نظر من حق دارن، چون جزء دست افرادی محسوب میشن که خیلی سر و کله نمیزنن با گوشی. پس به نظر من هر دوشون هم دارن درست میگن هم اشتباه میگن. حله اینم از نصب نرم افزارا. حالا میخوام بپردازم به یه سری قابلیتایی که خودم به شخص اولین باره که توی یه سیستم عامل موبایلی میبینم. یکی از قابلیتایی که واقعا برام جالب بود گراب اند دراپ بود. شاید روی کاغذ خیلی عجیب به نظر نرسه، ولی وقتی از نزدیک ببینیدش واقعا حس میکنید دارید با یه تکنولوژی آینده نگرانه کار میکنید. نحوه کارش هم خیلی ساده است. فرض کنید یه عکس یا یه فایل رو روی گوشی دارید. فقط کافیه دستتون رو جلوی گوشی باز کنید و بعد مشتتون رو ببندید. هارمونیوس این حرکت رو به عنوان گرفتن فایل تشخیص میده. بعد مشتتون رو جلوی یه دستگاه سازگار دیگه باز میکنید و فایل همون لحظه به دستگاه مقصد منتقل میشه. یعنی عملاً بدون اینکه دو تا دستگاه رو به هم بچسبونید یا دکمه شیر رو بزنید، فقط با حرکت دست فایل رو از یه دستگاه برمی‌دارید و روی یه دستگاه دیگه رها میکنید. شاید از اون قابلیتایی نباشه که هر روز ازش استفاده کنید، ولی بدون شک یکی از خلاقانه‌ترین روش‌های انتقال فایل بین دستگاه‌ها است که تا حالا دیدم. البته این قابلیتی که دیدید مربوط به ارتباط بین گوشی‌هایی که هارمونیوس دارن. هواوی برای ارتباط گوشی با لپتاپاش هم قابلیت‌های جالبی در نظر گرفته و اتفاقاً اونجا خلاقیت‌های بیشتری هم به خرج داده. از انتقال سریع فایل‌ها گرفته تا کنترل همزمان گوشی روی لپتاپ و یه ارتباط کاملاً یکپارچه بین دو تا دستگاه. حالا که از قابلیت‌های جالبش گفتم، بد نیست در مورد قابلیت‌هایی هم که جای خالشون حس میشه بهتون بگم. البته همه چیزم بی‌نقص نیست. به نظرم یکی از بخشایی که جای پیشرفت زیادی داره شخصی سازی رابط کاربریه. از نظر ظاهری هارمونیوس واقعاً رابط کاربری زیبایی داره. انیمیشن‌ها نرم و چشم نوازن. طراحی شیشه‌ای بخش‌های مختلف سیستم عامل جذابیت‌های خاص خودشو داره و در کل کار کردن باهاش حس خوبی بهتون میده. اما وقتی بحث شخصی سازی پیش میاد، تازه متوجه میشید که نسبت به خیلی از گوشه‌های اندرویدی دستتون اونقدری باز نیست. مثلا امکان تغییر انیمیشن‌های بخش‌های مختلف رابط کاربری وجود نداره. یا یکی دیگه از قابلیت‌هایی که جاش واقعاً خالیه تغییر خودکار رنگ رابط کاربری بر اساس والپیپره. قابلیتی که چند سالی توی خیلی از گوشه‌های اندرویدی به یه ویژگی کاملاً عادی تبدیل شده و باعث میشه کل رابط کاربری با تصویر زمینه هماهنگ بشه. درسته که این موارد روی عملکرد گوشی تأثیری ندارن،
اما اگه جزء اون دسته کاربرایی باشید که دوست دارن ظاهر گوشیشون رو دقیقاً مطابق سلیقه شخصی خودشون شخصی سازی کنن، احتمالاً هارمونیوس اون آزادی عملی که از اندروید انتظار دارید رو در اختیارتون قرار نمیده. اما نظر شخصیم در مورد سیستم عامل هارمونی چیه؟ خب بچه‌ها، وقتی که شما با این سیستم عامل کار میکنید کاملا اینو میفهمید که وقت و هزینه زیادی براش صرف شده و هواوی خیلی روش کار کرده. این یعنی به نظر من قرار نیست که مثل خیلی از سیستم عاملای دیگه گذری باشه و حالا مثلا یه مدت بیاد و تموم شه بره. من فکر میکنم که توی چند سال آینده ما قطعاً هارمونیوس رو به صورت گلوبال روی گوشی‌هامون خواهیم داشت. اما الان ممکنه یه سوالی براتون پیش بیاد و اونم اینه که آیا ارزش داره توی ایران بریم گوشی‌های هواوی که هارمونیوس روشون نصب بخریم؟ خب من میگم اگر شما فن هواوی و عاشقش هستید و تصمیم دارید که گوشی‌های پرچم دارش رو بخرید، آره ارزش داره، چون قابلیت‌های باحالی توش هست. البته اینو باید مد نظرتون داشته باشید که اگر مثلا برید تستش بکنید و خوشتون نیاد، موقع فروش خیلی ضرر میکنید روش. یعنی این قضیه بازار دست دوم اذیتتون میکنه. اما اگه فن هواوی نیستید و دارید به این فکر میکنید که مثلا بابت پولی که پرداخت میکنید دردسر کمتری داشته باشید، نه، واقعا ارزش نداره هواوی بخرید، چون گوشی‌های هواوی خیلی گرون قیمتن و شما مثلا با اون پول میتونید برید رقیبش رو بخرید که دردسر کمتری داره. همین دیگه، اینم تجربه من از سیستم عامل هارمونی و اکوسیستم هواوی. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه.